ای انسان، ای بشر، از چی گمان کرده که دنیا مال توست؟ کی گفت که دنیا و منصب و این چیزها و خانه و درت اینها مال توست؟ آیا میدانی؟ اجل هم دنبال توست، اجل هم دم بی توست. پس بیا و دستی هم بگیریم، نه کنجکاوی کنیم. دوستانم، یک مصلحت است: از بیگانه مترسید، از بیگانه مترسید، از خودی بترسید. فشارمان میارد همدیه، غیبتمان میکند همدیه خودی، فریبمان میدهد خودی خویش تبور. سعدی بزرگوار خدا رحمتش کند گفته بود که من از بیگانگان هرگز منالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. هر چی می شود از جانب خودی و چی تهمت از چی، امروز زور استی، امروز قدرت داری یا چیزی دیگر، بعد از سرت تمام چیزت به تمام مردم میماند. به این خاطر در چندین قصه ها می خواندیم، می گفت سیب از داخله می پوسد. در چندین قصه ها خواندیم که هر چی شد فشارها از جانب خودی شد.